نه فراموش میکنی، نه این که میبخشی. کشتن نفس انسان را که به حکم دین و مذهب میکنی، نه فراموش میکنی، نه این که میبخشی. آزادی در بند را، آبادی ویران را که به تیغ خشم و نفرت میکنید. عرض درود و احترام دارم به محضر گرامی و ارجمند هموطنان بزرگوارم. قسمتی از ترانه و آهنگ فراموشی است از کارهای خودم که سعادت اینو داشتم در جنبش زن زندگی آزادی این کار رو بنویسم و بخونم به یاد تمام جان باختگان و جان فدایان عزیز وطن و خیلی متأثرم که چنین کاری رو تونستم بخونم برای هموطنان عزیزم و چنین شرایطی ایجاب میکرد و باعث این شد که من این کار رو انجام بدم و امیدوارم مقداری از تعلم و رنج شما بزرگواران رو کم کرده باشه و بدونید که من و همه هنرمندان عزیز بیادتون هستیم، برای شما خوندیم، برای شما نوشتیم و برای شما حضور پیدا کردیم و نام و یاد شما رو گرامی داشتیم و هر جایی در جهان تونستیم فریاد زدیم نام شما رو و از شما و ایران عزیز دفاع کردیم. من یکی از اعضای کوچک خانه هنرمندان ما هستم و درود همه عزیزان رو به شما بزرگواران میرسونم. امیدوارم هر جا هستید خوش و خرم باشید به امید پیروزی هر چه زودتر و تمام ایران عزیز ما. دوستدار همیشگی شما پژواک آریامهر.